سلام بچه‌ها، چطور میتونید؟ خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از کانال اکسوران. همونطور که تایتل ویدیو دیدید، قراره تو این ویدیو به شما کد 4 انگشتی خودمو بدم، چون یکی تو ویدیو قبلی که در مورد DNS وایرگارد بود درخواست کرده بودش که ویدیو هات بذارم. منم گفتم چرا که نه، این ویدیو رو بذارم تا بقیه هم بتونن از هات من استفاده کنن. بچه‌ها کد هات تو چنل تلگرام هست، بعد برید تو چنل تلگرام و کد رو کپی کنید و استفاده کنید. تو این ویدیو هات رو به صورت تصویری گذاشتیم که اگه کسی نمیخواستش از کد استفاده کنه بتونه از توی تصویر هم ببینه. و اینکه آخر ویدیو نحوه استفاده از کد هات رو گذاشتم که اونایی که بلد نیستن از کد هات استفاده کنن بعد این ویدیو بتونن ازش استفاده کنن. یه موضوع دیگه هم که هست در مورد کد هات اینه که وقتی شما میدید یه ویدیویی که برای 1 سال یا 2 سال یا 3 هفته پیشه میبینید کدش رو برمیدارید و میخواید استفادهش کنید، میبینید نمیاره، به خاطر اینه که یا هادو از توی گوشیش پاک کرده یا هادو تغییر داده که اون کد دیگه برای شما کار نمیکنه. پس اگه تا حالا به این مشکل برخوردید بدونید که اون یوتیوبر هیچ اشتباهی نکرده و کد رو به شما اشتباه نداده. شاید یه سوال تو ذهنتون به وجود اومده باشه که این کدی که الان من توی چنل تلگرام براتون گذاشتم کار میکنه یا نه. بچه‌ها کدی که توی چنل تلگرام گذاشتم کار میکنه و هیچ مشکلی نداره. حالا هم قصد ندارم تغییرش بدم، پس با خیال راحت از کد استفاده کنید. فقط این نکته ها رو گفتم که بدونید که بعدا به مشکل نخورید. چرا من کد هادو توی ویدیو نذاشتم؟ برای اینه که من کد رو روی صفحه گذاشتم و دیدم خیلی کد عدد زیادی داره و شما ممکنه که اشتباه کنید و عددا رو اشتباه بزنید. برای همین من کد رو گذاشتم توی کانال تلگرام که راحت بتونید کپی کنید و بیاید سرچ کنید و استفاده کنید. پس توی ویدیو دنبال کد هات نگردید، کد هات داخل کانال تلگرام. پس اگه تا اینجای ویدیو رو دیدی حتما ویدیو رو لایک کن، کانال ساب کن و زنگوله بغلش رو بزن که از ویدیو روزانه ما با خبر بشید. بچه‌ها اگه میخواید ویدیویی که دوست دارید رو براتون بسازم حتما تو کامنت ها برام بنویسید که براتون اون ویدیویی که میخواید رو بسازم. بچه‌ها من دیگه صحبت نمی‌کنم، گفتنی‌ها رو گفتم. ویدیو رو ببینید، آخر ویدیو هم تصویر هات هست هم آموزشش. فعلا تا ویدیو بعد، خدا حافظ.
شاتگان بردار میشدم عالی بود یاد پرفکت. ببین آرتری من هر چی بهت بگم کم گفتم، خب هر چی بهت بگم کم گفتم، هر چی